چون وقتی با قاشق چنگال غذا میخورید پوز میدید؟ نه، از وقت چشم باز کردید به همین شیوه بوده دیگه غذا خوردنه. حالا میریم توی کشور فقیر افریقایی، اونجا داره با دست غذا میخوره، پوز داره؟ نه. حالا بیا همین قاشق چنگالو بردار ببر بده بهش، ببین چیکار میکنه. دوره راه میفته نشون میده من دارم با قاشق چنگال غذا میخورم. حکایت اینایی که تازه قاشق چنگال دستشونه حکایت تازه پولداراست. چون معمولا داستان آدمای پولدار رو که میخونیم معمولا دو تا قشر بیشتر نیستن، یا اونایی که نسلا در نسل جد و آبادشون پولدار بودن، یا اونایی که هیچی نداشتن. معمولا طبقه متوسطی که بره خیلی پولدار بشه یا نداریم یا اگه داریم خیلی کم داریم. موضوع پول نیست ها، موضوع اینه که قفل میکنن چون یک کم داشتنه، میافتن تو دک و پوز دادنه، میافتن تو اینکه حالا بره اینو بخره، حالا بره این کارو بکنه، میافته توی منم کردنه، منم میکنه، عقده گشایی میکنه، شوآف میکنه، میخواد خودش رو اثبات بکنه به دیگران، یا اینکه بگه من مال یه قشر دیگه ام، یه طبقه دیگه ام که نیست، میخواد به زور خودش رو وصل بکنه. این فقط در مورد پول نیست ها، که در دانش و آگاهی همین کارو میکنه، توی زیبایی همین کارو میکنه، توی سطح و لول، توی جایگاه اجتماعی همین کارو میکنه. پس حواستون باشه درگیر این بازی نشید، درگیر منم، پوز، ادعا تو هر سطحش، چه دارید چه ندارید چه کم دارید، درگیر این ایگوه نشید. این یکی از اصلی ترین قوانین اقتصاد رفتار.